روز 18 دکبر در بیمارخانه مرکزی شهر اصفهان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 3 نفر امید جان سفروی 14 ساله، اسرارخان اسدزاده 23 ساله و صادق بای نبیوی 59 ساله آسیب دیدند. جانب قرقیزستان گفته است که در مناقشه امروزه 6 شهروند این کشور از جمله چند نظامی قرقیز جراحت برداشتند. اما حادثه مناقشه نو در مرز تاجیکستان و قرقیزستان پیش از ظهر 18 دکبر باعث به تیرپرانی شد و ساکنان نزدیک مرز میگویند که صدای تیر را شنیدند. در حادثه تیرپرانی نیز مقامات تاجیک قرقیز همدیگر را گناهکار میکنند. از جمله جانب تاجیکستان میگوید تیرپرانی بعد از آن شروع شد که مرزبانان قرقیز به لطوکوب خواننده مکتب تاجیکی از جانب شهروندان قرقیزستان نگاه کرده دخالت نکردند، ولی وقت شهروندان تاجیکستان به این قضیه دخالت کرده با نفرانی که خواننده مکتب را لطوکوب کردند درگیر شدند. مرزبانان قرقیز به سوی شهروندان تاجیکستان آتش گشودند و بعد از این مرزبانان تاجیکستان نیز به سوی مرزبانان قرقیز آتش گشودند. خدمات مرزبانی قرقیزستان تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را تصدیق کرده پیش از ظهر امروز گفته بود که یک کارمند امور داخله و بعد از ظهر میگوید که 3 نفر کارمندان قدرتی این کشور جراحت برداشتند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا حال در این باره یگان اظهارات رسمی پخش نکرده است و تلاش ما برای گرفتن نظر نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا این لحظه بی‌نتیجه بود. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان واقع در حدود دهه سامانیان تاجیکستان و کوکتاش قرقیزستان زیر نظارت نیروهای مرزبانی هر دو کشور قرار دارد، ولی مقامات میگویند هر لحظه خطر دوباره سر زدن مناقشه جای دارد. دوام ماه جاری این بار چهارم است که ساکنان این دو دهه هممرز با هم وارد مناقشه می شوند و در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در حدود جماعت چارکو با قرقیزستان و هم در حدود جماعت واروخ که هممرز با قرقیزستان است هر ماه تقریبا چنین مناقشه ها سر میزنند و در گذشته باعث هلاکت چندین نفر شده است. کارشناسان میگویند محض پره علامت گذاری نشدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان باعث شده است که ساکنان هر سری چند وقت برای زمین و آب و چراگاه و یا دیگر مسائل با هم وارد مناقشه شوند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابر شاه، آزادی، دوشنبه.